تست و بررسی موتورسیکلت CF250 cc انکا. دوستان اگه قصد خرید این موتورسیکلت 250 cc CF رو دارین، حتما تا انتهای این ویدیو با ما همراه شوید تا مزایا و معایب این موتورسیکلت رو با هم دیگه بررسی کنیم. اول از همه از جلوی نمای این موتورسیکلت نگاه میکنیم دوستان. یه دونه چراغ جلوی یه جورایی با فک انسان شبیه ماننده. وقتی که سویچ رو میچرخونیم اینجا دیلایت موتورسیکلت همیشه روشنه، هیچ وقت خاموش نمیشه. و اینجا هم دوستان دو تا راهنمای مینیمال گذاشتن که خیلی جالب نیست، خیلی کوچیک طراحی شده و خیلی نزدیک به کیلومتر هسته. و اینجا هم دوستان یه لاستیک گذاشتن که از شرکت ایرانیاسا هست و 110/70 اینچ هست دوستان موتورسیکلت لاستیکش. و اینجا هم دو تا دیسک گذاشتن دوستان. دیسک این موتورسیکلت ترمز ABS رو داره که خیلی واسه این موتورسیکلت برد داره، هم جلو هم عقب. دیسک این موتور ABS هست. و اینجا هم دوستان دو تا فنر تلسکوپی رو داریم که خیلی نرم هست دوستان. میگم نرم واسه کوه و دشت و کویر و جنگل به درد اونا نمیخوره. همین داخل شهری از سرعتگیر میگذری واسه این میگم نرمه. و اینجا هم یه دونه فنر دیگه گذاشتن که یه فنر خیلی خوبه، اینم نرمه نسبت به وزن این موتورسیکلت دوستان. وزن این موتورسیکلت 151 کیلو هسته. اگه آدم لاغری هستی و قدت کوتاه باشه 1.5-1.60 باشه نمیتونی راحت با این موتورسیکلت رانندگی کنی. به نظر من که اینطوریه. و دوستان اینم از نمای کیلومتر موتورسیکلته که دوستان سویچ این موتورسیکلت خیلی ساده طراحی شده و جاذبه‌ای موتورسیکلت مثل موتورهای بنلی، دایچی، آپاچی همه اینا روی باک طراحی شده که نسل جدید همه موتورسیکلت اینطوری شده. و قفل فرمون هم که اینو به سمت داخل میدیم و به سمت چپ میچرخونیم، فرمونمون قفل میشه. حالا این قفل نشد، کمی بیشتر فشار میدیم قفل میشه. و دوستان روش باز کردنش هم اینطوریه. و یه دونه دیگه میچرخونیم کیلومتر این موتورسیکلت روشن میشه که اینجا دور موتور رو روشن نشون میده، سرعت رو نشون میده. و اینم که آمپر بنزین هسته، بنزینمون الان حدودا فول، کیلومتر کار کرده هسته. و اینجا ساعت. و اینم که ولتاژ باتری، قدرت باتری. و اینم که داغ کردن موتورسیکلت رو واسه ما نشون میده. و اینجا هم دوستان آپشن هایی که الان روشنه. و این دوستان این نوشته یعنی الان موتورمون به برق وصله. و اینجا هم دوستان سمت چپ راهنمای چپ، سمت راست راهنمای راست. و اینجا هم که چراغ دیلایت روشنه. و دوستان بالای این سبزی اگه چراغ بالا رو بزنیم واسه ما نشون میده. و روی فرمون دوستان سمت راست گاز قرار گرفته. و اینجا هم که دیسک جلو قرار گرفته. و دوستان این هم که استارت موتورسیکلت اگه مشاهده میکنید الان خاموشه، الان برق وصل شده. و یه دونه دیگه اینو پایین بدیم استارتمون میخوره و موتورمون روشن میشه. اینم از صدای موتورسیکلت دوستان. صدای این موتورسیکلت خیلی نرم هسته، به دل میشینه دوستان. دارای 6 تا دنده هسته موتورسیکلتمون دوستان. صداشو بشنوین که خیلی نرم و صدای مثل یه جورایی بد نداره. به نظر من که اینطوریه. و روش خاموش کردنش هم دوستان همین رو میدیم بالا، موتورسیکلتمون خاموش میشه. و اینجا هم دوستان سمت چپ فرمونم کلاچ قرار داره، چراغ پلیس میگن چراغ سلام قرار داره. و اینم چراغ رو بالا پایین میکنه. و اینم که مود نوشته کیلومتر رو عوض میکنه نماش رو. و اینجا هم دوستان بوق قرار داره. و اینم راهنمای چپ و راست هسته. و دوستان باک موتورسیکلتمون حدود 12 لیتر بنزین میخوره و با 12 لیتر بنزین زدن حدود 300 کیلومتر میتونی رانندگی کنی. و دوستان آینه بغل های این موتورسیکلت خیلی ساده طراحی شده، دو تا آینه بغل داره. و اینجا هم که دیسک زاروغنی هسته. دوستان یه چیزی خیلی خوبه دوستان، اینجا یه بدنه آهن گذاشتن که خدای نکرده با این موتور بیفتی زمین، اول این آهنا اینجا پدالیا اینا میخوره که
این تلقا و این وسایل نشکنه و اینجوری این موتورسیکلت دوستان خیلی نرمه و واسه این موتورسیکلت خودش خوبه و وزن این موتورسیکلت 151 کیلو هسته و اینم از نمای عقب موتورسیکلت هسته دوستان و اینم از لاستیک های از شرکت ایرانیاسا با 150/60/17 هسته و رینکای موتورسیکلت رو مشاهده میکنین و اینجا هم که اگزوز موتورسیکلت قرار گرفته و اینجا هم یه فنر و اینجا هم که دوتا فنر تلسکوپی قرار گرفته و دوستان اینجا هم که میتونی روغن مشاهده کنی که روغنش چجوری اوضاعش و موتورسیکلتمون 6 تا دنده داره، 6 دنده هسته و دوستان یه چیز خیلی خوبی که این موتورسیکلت داره، راننده خیلی راحت میتونه رانندگی کنه، جاش خیلی راحته و اما سرنشین خیلی راحت نیست. حدود بعد نیم ساعت یه ساعت نشستن پشت موتورسیکلت دوستان خیلی سریع خسته میشه، یعنی راحت نیست. یه جورایی طراحی شده که این موتورسیکلت فقط تک نفره هسته، فقط راننده خیلی راحته دوستان. کلا میبینین که یه وجه پسته اصلا باسن آدم جا نمیشه و یه جورایی پا هم دوستان اینجا شکسته حالت میشه، پاش راحت نیست، خودش هم راحت نیست و دستگیری که این موتورسیکلت واسه سرنشین گذاشته همین هسته. به نظر من جای خوبی نیست. اگه وزن سرنشینم زیاد باشه میشینه حدودا این زین میاد اینجا و خیلی به لاستیک دستش نزدیک میشه و خیلی بده این. و دوستان اینجا هم یه دونه گیلگیر گذاشتن که واسه فنر و